بر شما. نورپردازی هتل اسفیناس پالاس برای من یک کار طراحی نبود. یک قصه بود که باید روی بلندترین نقطه غرب تهران روایت میشد. از همون اول که طراحی نورپردازی پروژه اسفیناس پالاس به من سپرده شد، خوب درک کردم که موقعیت مکانی این هتل چقدر مهمه. واضح بود که این پروژه خودش به تنهایی میتونه به یک نماد تبدیل بشه. یه شب وقتی که داخل ماشینم به پیکر تاریک و نیمه ساختش نگاه میکردم، یک الهام زیبا بهم کمک کرد که این طراحی رو خلق کنم. باید به اون یک شخصیت انسانی میدادم، یه روح زنده، مردی جذاب، بسیار شیک که همه رو به سمت خودش جذب میکنه. سنش بین 35 تا 40 سال، برونگرا، صمیمی و بسیار اصیل. این ذهنیت من رو دست به قلم کرد و این اثر خلق شد. بعدش جزئیات فنی شکل گرفت. برای اینکه نورپردازی با معماری به بهترین شکل ممکن بتونه هماهنگ باشه، 6 ماه با تیم معماری کار کردم. برای ورودی و بخش‌های پایین هتل، تاکید من روی تقارن ساده و شکوه بود. چراغ‌های استار دو طرف دیوار ورودی یک خوشامد رسمی به مهمون‌ها می‌گفتند و یادآور این بودند که اینجا یک هتل 5 ستاره است. ترکیب نورهای امبر و سفید گرم حد اکثر حس دعوت کنندگی رو در ذهن مخاطب ایجاد می کرد. برای نمایش بدنه هتل و نمود ارتفاع اون از نورهای امبر استفاده کردم که به سمت بالا تابیده می شد. این کار 2 هدف داشت. اول اینکه ارتفاع ساختمان رو بلندتر از اون چیزی که هست نشون میداد. دوم اینکه بیانگر برونزدگی پیکر معماری ساختمان از دل تمدن ایرانی باشه. یه بخش جذاب دیگه نورپردازی داینامیک بود که سناریوهای گرافیکی رو با حرکت‌های خیلی کند نشون میداد. این ترکیب با نور کلاسیک یک فضای دیدنی و متفاوت برای شمال غرب تهران ساخت که مشابهش رو کمتر میشه دید. همون حس برونگرایی و جذب. پیامش چیه؟ به سویم بیا. یکی از بزرگترین چالش‌های من قانع کردن تیم معماری و کارفرما برای ترکیب نور کلاسیک و داینامیک بود. با شبیه سازی سه‌بعدی و ساختن ماکت واقعی بالاخره تونستم ایده رو اجرا کنم. قوس‌های سنتی بالای ساختمان یادآور فرم‌های قدیمی و حس نوستالژی هستند. همون حسی که مسافر رو جذب میکنه تا این هتل رو برای اقامت انتخاب کنه که به بهترین شکل ممکن پوشش نوری داده شد. این داستان برای من فقط نورپردازی یک هتل نبود. یک تجربه بود که نشون میداد چطوری نور میتونه یه سازه معماری رو زنده کنه و یک اثر هنری رو ماندگار. اسفیناس پالاس در سال 2017 کاندید بهترین نورپردازی جهان در بخش هتل و رستوران از لایتینگ دیزاین اواردز شد. به امید اینکه روایت این داستان ارزش وقت گرانبهاتون رو داشته باشه، تا داستان طراحی دیگه پیروز و پاینده باشید.